طبق معلومات نوبتدار فوری ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی در ولایت سوخت روز گذشته 31 اوگوست تخمینا ساعت 20:05 دقیقه در کیلومتر 121 شاهراه دوشنبه خوجند موضع دهه چاره نزد پل چهارراه عین خوجند صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده است. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده автомашинаи сабукрави тамғаи مرسدس بنز که به یک ساکن دهه سرخ شهر اسفره ولایت سوخت متعلق بوده است با جری تقریبا 35 کیلومتر سر و زیر شده است. این ماشین از شهر دوشنبه به سمت خوجند در حال حرکت بوده است. سبب صدمه دقیقاً معلوم نیست. به احتمال زیاد از بلند بودن سرعت حرکت راننده ماشین را نتوانسته است اداره کند. با دریافت خبر دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست کمیته در وادی زرافشان به جای حادثه سفربر گردیده همراه با راننده ها و مسافران راهگذر صاحب ماشین و یکی از مسافران ساکن 60 ساله جماعت دهاتی چارکوی شهر اسفره را با جراحت های وزین از داخل ماشین بیرون آورده و به بیمارستان انتقال دادند. جسد 3 مسافر دیگر را در رودفان میجویند و در صورت پیدا شدن آن معلومات علاوه‌ای انتشار خواهد یافت، می‌افزایند از کمیته حالتهای فوق‌العاده.